رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بسا انسان های هست الله را عبادت میکنن، پیش خودشانی عبادت هایشان خیلی بزرگ عظیم هست، در روز قیامت اینمی عبادت هایشان مثل تکه های پارچه و گندیده در رویشان میشه. اینه بیگه الله اینه کار نمید. چرا؟ چون با زبان خود میگفت الحمدلله رب العالمین، ذهنش و قلبش اینه نمیگفت. ذهنش و قلبش از الرحمن الرحیم، از مالک یوم الدین غافل بود. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء نصر الله والفتح وجعلنا تهدنا بإذن الله حفظا مسبحا بحمده واستغفره انه كان توابا. الله اکبر. ای برادر مسلمانم، تباه شده ای، عمرت برباد شده، وضو کرده ای، خود فریب داده ای، فقط محض تا شده ای، بالا شده ای. تابعی میگه اعرج رحمت الله علیه، او میگه کسی که سوره بقره را در یک رکعت میخوان، ما گفتیم والا نماز صبح خوان، ما تو کدام عبادت کردیم؟ با این عبادت در روز قیامت در رویت زده میشه. تو توقع داری پیش خودت که با عبادت الله را کردی، نماز خواندی، میفهم چی کردی، چنان کردی، در روز قیامت میگی پروردگار تو امو عبادت که کردی چی رقم عبادت؟ خشوع زمانی میاد که انسان خوب اطمینان آرام بگیره، در زفت و پرود خشوع آمده میتونه. بیادره که مسلمان هوشیار کو که امروز تو خو خیلی خوش هستی، زود در خانه برگشتی و آفرین ملا صاحبم گفتی که در 10 دقیقه نماز خلاص کردی، ولی روز قیامت باز اتور افسوس آرمان بکنی. ای طول قیام و طول رکوع و سجده ای گپا را خو بگذار، به الله قسم به یک سبحان الله گفتنم چی میکنی؟ حسرت میکنی. و روزی تغابن است. تغابن روزی که تو حسرت میکنی که کاش که من سبحان الله را چند مرتبه دیگه اضافه میگفتم، ولی مولا صاحب تو را نه سبحان الله گفتن من، نه سبحان ربی العظیم گفتن من، نه سبحان ربی الاعلی گفتن من، نه دعای استفتاح من، نه درود تکمیل کردی و نه دعای آخری قاعده تکمیل کردی. برادر مسلمانم، امروز دشمن تو کیست؟ اگر واقعیت فکر در کلید باشه میشناسی که دشمن واقعی کیست. او کسی که برای تو امام است. پیغمبر امام میگه الامام ضامن، امام ضامن است. ضامن چی مانا؟ تمام حرکاتی که در نماز انجام میده به طریقی نقشه پیغمبر باشه، کمی کوتاهی نکنه. چرا مقتدی پشت سری از دو استاد شده، ولی مولا صاحبی کار سرت کرده.